فروش بعضی انواع محصولات‌های ساختمانی در تاجیکستان بدون شناسنامه و ثبت نام و نسب و سراغ منع شده است. مقامات میگویند این تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه‌های تروریستی در کشور و بر اساس یک دستور وزارت امور داخلی تاجیکستان گرفته شده است. فروشندگان مساله‌های ساختمانی میگویند شرط و شروط این دستور تخمیناً 2 ماه پیش به آنها شرح داده شد و ҳамакнун به هنگام فروش محصولات مثل کربت، مخ و دیگر مساله‌های ساختمانی نام و نسبی خریدار و رقم تلفنی او ثبت میشود. نرزالله خالقوف در بازار ورزاب شهر دوشنبه به فروش مساله‌های ساختمانی مشغول است. چند ماه اخیر او از مشتریانش که میخواهند کربت و مخ خریداری کنند حجت میپرسد. نرزالله میگوید دوام 10 سال صاحب کارش این کار برایش نو است و مجبور است که دستور پلیس را اجرا کند. نرزالله میگوید نه همه خریداران به این تصمیم راضی‌اند و حاضرند معلومات‌های شخصی خود را در اختیار فروشنده‌ها گذارند. دفتر او از جانب ناظران منطقوی مهرگذاری و دخته‌و قید شده است. آن 78 ورق دارد. این صاحبکار تاجیک میگوید هر سری چند وقت از مقامات کارهای داخلی ناظران منطقوی مخصوص آمده دفتر را تفتیش میکنند. دفتر به قیدگیری خریداران نجم‌الدین مقصودوف، یک صاحبکار دیگر و فروشنده مغازه ویژه مساله‌های ساختمانی در بیرون بازار ورزاب، الکی پر شده است و او برای ثبت نام مشتریانش دفتر دوم را باز کرده است. نجم‌الدین در این دفتر نام و نسب خریدار، سراغ از کدام محصولات چقدر خریدار کردنش و هم رقم تلفنش را قید میکند. مسئولان بازار ورزاب میگویند اسم و سراغ خریداران محصولات ساختمانی نوابسته از حجم محصولات به قید گرفته میشود. از جمله دولت مراد حمیدوف رهبر این بازار میگوید خریدار اگر 100 گرم و یا 10 کیلوگرم هم خریداری کند اسمش ثبت میشود. مقامات امور داخلی میگویند دستور نو به خاطر پیشگیری از حالتهای سر زدن جنایت‌های خصوصیت تروریستی داشته گرفته شده است. یک مقام مسئول وزارت امور داخلی تاجیکستان که گفت حق صحبت با مطبوعات را ندارد ولی وجود دستور ویژه در این زمینه را به رادیوی آزادی تصدیق کرد. این مسئول تاریخ دقیق صادر شدن این دستور را نگفت ولی گفت که از زمان تطبیق شدن این سند تخمیناً 2-3 ماه می‌گذرد. در صحبت با رادیوی آزادی فروشندگان مساله‌های ساختمانی گفتند که خادمان وزارت و پلیس تخمیناً نیمه‌های ماه سپتامبر آنها را جمع و با آنها جلسه تشکیل کرده هدف و وظیفه‌های این دستور را شرح دادند. از دستور نو عاید به قیدگیری هویت خریداران و هم در جریان پلیس گذاشتن این معلومات شمار اندک از خریداران پشتیبانی میکنند. آنها میگویند مثل اینکه پیش از سوار هواپیما شدن بار مسافران با دلایل امنیتی سنجیده میشود، این تصمیم هم در نهایت به خاطر تامین بخطری مردم و جلوگیری از فاجعه های احتمالی است. ولی شماری زیادی خریداران دیگر از این تصمیم ناراضی و عصبانی‌اند. آنها دستور به قیدگیری محصولات ساختمانی را دردسر نو مینامند. در همین حال تحلیلگران میگویند با چند عامل تاجیکستان باید در مقابل خطرهای تروریسم تصمیم‌های به این مانند را روی دست بگیرد. مهدی صابر تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید با دسترسی به اینترنت حال آموزش راه‌های ساختن موادهای ترکنده زیاد شده است. هرچند در تاجیکستان سودای خوراک و مسائل ساختمانی بر اساس قاعده‌های اقتصادی بازرگانی آزاد است، اما در گذشته هم مقامات فروش بعضی از محصولات دیگر را نیز تنها بعد ثبت نام اجازه داده بودند. از جمله سال گذشته ناظران منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از اکثر صاحبان نقطه‌های فروش گاز مائع و کیسلرات خواسته بودند که پیش از فروختن گاز در بالون‌های علاهده نام و نسب و مکان استقامتی مشتری را در دفتر علاهده ثبت کنند.